سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این جلسه قراره که راجع به هاست بایندینگ و هاست لیسنر صحبت کنیم. اینا اصلا چی هستن؟ فرض کنید که من میخوام از این اپ چنج کالر استفاده کنم و هر بار که کاربر یک کاری رو روی این انجام میده، من همون طرف مثلا یه لاجیکی براش بنویسم. خب فرض کنید که میخوام هر بار که کاربر روی این المان کلیک کرد، کلیک این اپ چنج کالر اتفاق بیفته. برای این کار میام مینویسم add host listener. میگه چه ایونتی میخواد، مثلا میگم کلیک. این ایونت ها رو میتونید از اینجا ببینید. مثلا اگر میخواین ایونتی براش بنویسید، تمام این ایونت ها رو میتونید اونور داشته باشید. من کلیکش رو میخوام و میگم که هر بار که کلیک کرد روی این المانی که دایرکتیو روش اعمال شده، بیا این فانکشن هندل کلیک رو اجرا بکن. در واقع این هاست لیسنر بالای سر هر فانکشنی که باشه اون عمل میکنه. اینجا بنویسم لاگ کلیک و سیوش میکنم. میام توی اینجا کلیک 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 و میبینید که اینجا ایونت کلیک اومده. خب اگر ایونت هاش رو بخوام چی؟ یعنی اون مقادیر مقادیری که اون ایونت بهم برمیگردونه چی؟ میام اینجا یه کاما میذارم، میگم دلار ایونت رو به هم برگردون. البته این باید توی استرینگ باشه و اینجا ای رو میگیریم. حالا میگیم از موس ایونت. حالا اگر ای رو لاگ بگیرید، بهتون ایونت های اون المان رو هم برمیگردونه. همونطور که میبینید تارگتش همین دیو کلاس تکست 3XL هست. خب بریم سراغ هاست بایندینگ. اگر بخواین که مثلا یک سری کلاس به اون المانتون بایند کنید، میتونید این کار رو انجام بدید. اون کلاس بایند کردن یعنی چی؟ یعنی مثلا این تکست اکسلی که من اینجا نوشتم و خودم بیام توی دایرکتیو هندلش کنم، بگم برو از توی دایرکتیو این کار رو انجام بده که کاربر نخواد بیاد مثلا اینجا اون کار رو انجام بده. میام میگم چی؟ میام میگم هاست بایندینگ، برو کلاس و اینجا میگم get مثلا get classes، فانکشن get classes رو بیار. اینجا هم فکر میکنم get میخواد و بهش میگم برو ریترن کن استرینگ مثلا تکست cxl رو. حالا اگه بیام اینجا میبینید که هیچ چیزی تغییر نکرده و همون تکست cxl هست. ولی اگر بخوام مثلا فونتش رو هم بولد کنم، میتونم این کار رو انجام بدم. ببینید الان اینجا کلاس های فونت بولد و تکست cxl بهش اضافه شده. بازم میتونم مثلا بگم که آیدی نمیدونم این پروپرتی ها رو میتونم با هاست بایندینگ انجام بدم. حتی میتونید بیاید و مثلا استایل هم اضافه کنید. میتونید بیاین اینجا بگید add host binding، برو به پروپرتی مثلا style dot width مثلا به پیکسل. میبینید به این شکل میتونید بهش پارامتر بدید و مثلا این رو باز یک فانکشن بنویسم get style ریترن کنه مثلا 500. حالا اگه بیام میبینید که مثلا استایلش ویدش شده 500 پیکسل. یعنی همین جوری میتونید شما با هاست بایندینگ روی المانتون
پروپرتی اضافه کنید و با هاست لیسنر میتونید ایونت اضافه کنید. خب دیگه فکر نمی کنم توضیح زیادی بخوایم بدیم برای این هاست ماینینگ و لیسنر. تا جلسه دیگه، خدا نگهدار.